بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای نهایت عزیز، هنردوست، خوش آمدین به صفحه خطاطی و خوشنویسی خیری. دوستای عزیز، قبلا حرف ف را کار کردیم. همراهتان امروز میخوایم حرف قاف براتون آموزش بدم. دوستای نهایت عزیز، حرف قاف به این شکل نوشته میشه. ابتدا قلم میگیریم، آرام بالای خط کرسی تقریبا وسط میایم پایین. بعد از قاف به این شکل نوشته میشه، بسیار آرام. عمق قاف در این قسمت می باشه، مثل نون. دو نقطه مگذاریم اینجا قسمت به این شکل است. صفحه ما را فالو کنین دوستای عزیز، یادتان نره یوتیوب چینل ما را سابسکرایب کنین. دوستای نهایت عزیز، 3 صفحه ازی بنویسین، خطتان به زودی عالی میشه. تشکر از همراهیتان.